ساختمان پل بالای دریای سرخاب در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای حل مشکلات اهالی جماعت دهات هجبارک ناحیه رشت سال 2013 آغاز گردیده بود. از روی لایحه پیشبینی شده پل مذکور با درازی 721 متر در بالای 50 ستون بنیاد شده برای اجرای کارهای ساختمان و وصلگری بیش از 5 میلیون سومانی مبلغ لازم است تا انشاءات حیات‌النوحی به خواجگی خلق مرحله به مرحله انجام داده شود. زیرا بنیاد چنین ساختمان عظیم در بالای دریا طلبات‌های بی‌خطری و تکنیکی خود را دارد. این است که در مدت 7 سالی سپری شده از حساب وزارت نقلیات جمهوری 2 میلیون و 342 هزار سومانی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت اینچنین سهم اهالی جماعت دهات هجبارک 924 هزار سومانی در مجموع برای اجرای کارهای ساختمان و وصلگری همگی 3 میلیون و 266 هزار سومانی مبلغ صرف شده است. با استفاده از مبلغ‌های جدا شده کارگران دوام 7 سال گذشته در بنیاد پل بلگی یرخب بالای دریای سرخاب بیشتر کارهای ساختمان و وصلگری و ساحل مستحکم کنی را انجام دادند. از جمله در مسافه 170 متر کارهای ساختمان و وصلگری پل بالای دریا پورا انجام یافته. در 551 متر دیگر تجهیزات‌های بالای ستون‌ها نصب شده است. از روی معلومات اداره نقلیات منطقه رشت سال جاری با مقصد سرعت بخشیدن کارهای باقی مانده از حساب وزارت نقلیات جمهوری 350 هزار سومانی مبلغ پیش بینی شده است تا کارگران نسل و نصب کارهای قسمت باقی مانده پل بالای دریا را در مهلت معین شده انجام دهند. زیرا فرارسی گرمی‌های فصل بهار و بلند شدن سطح دریای سرخاب می‌تواند به رفت کارهای ساختمانی مشکلی‌ها ایجاد کند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت.